پس از وقتا من تصمیم به این دارم که بخیر به زیرزمینی کابل برم. کاربار خوب است؟ شکر است. بر حال خدا شکر. یک چیز متفاوت چی داری؟ مثل از این پروژان خودت چی مصروفیت داری؟ خودم هم در این بخش بازیچه اطفال هست. چه اطفال هست؟ بسیار خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. بیننده های عزیز السلام علیکم و رحمت الله. انشالله خوب صحتمند باشین. شاداب گلزاد هستم. یک بار دیگر شما را خوش آمدید میگم و یک گزارش ویژه امروز از یک جای متفاوت داریم. پس از وقتا من تصمیم به این دارم که بخیر به زیرزمینی کابل برم. یک سری تغییرات آمده، بخصوص دکان‌ها فعال شده. قبلا ما فقط یک مسیری راه داشتیم که مردم گذر میکرد، ولی حال دکاکی نیست که فعال شده، مردم مصروف کار هستند. از زندگی و کاربار هموطنان خود گزارش تهیه میکنیم. بیاین که بریم. السلام علیکم. کاکا جان چطور هستین؟ صحتتون خوب است؟ بخیر؟ سودایتان بد؟ خب باش که کاکا سودا میته. چی حال دارین پدر جان؟ مهربانی الله. صحتتان خوب است؟ میشه نامتان بگوین؟ نام حاجی شاه محمد. حاجی صاحب شاه محمد. دی پیش زیرزمینی میوه خشک مفروشین؟ بله. کاربار خوب است؟ شکر است. بر حال خدا شکر. خدا را شکر. فروشات خود دارین؟ فروشات هست دیگه. خدا را شکر. همی که شکرگزار هستین، قناعت میکنین، همه چیز است. در زیر زمینی چی جریان دارد؟ چی گپ است؟ آرامیش برگانه. اجازه است؟ اجازه. خب بیاین که بریم پایین. امروز حاجی صاحب صحبت کردیم. در این قسمت هم یک لوحه زدن که دکاکین به کرایه داده میشه، یعنی فعال شده و من خوشحال به این شدم. از یک گذر کردیم، گفتیم بیایی که بیره به تصویر بکشیم، بیایی که بریم پایین تر. هموطنان عزیز، همی که شما به زیر زمینی پایین میشین، در دو طرف همی مسیر راه هموطنان ما از سالهای سال ما شاهد بودیم ماشین ریش و برقک و تایپ و امپیتری چیزا و فروش میرسن. از جمله یکی از این بزرگواراست، مصروف کار است. السلام علیکم. و علیکم السلام. مانده نباشین. خیلی کارایی در پختو خبری که فارسی؟ پختو که خبری خویس. دیرشه. پختو خبری که ماما نوم دید چی ده؟ نوم حکیم خان. حکیم خان لگ زره بلند. حکیم خان. حکیم خان ماما. دلتا چه خرڅوي؟ دلته هم دغه امپیتریانې او د برقونو د شیان دي خرڅوي. دیرشه دام د تا دغه یو بل ملګری دغه بل ملګری ده. کاروبار څه رقم دی؟ ښه ده شکر الحمدلله. په دې حالاتو باندې شکر ډېر. شکر دی الله فضل الله. دلته زیرزمیني لږ زره تغییرات راوړل. تغییرات خو په دې راغلي تقریبا دغه یو 2 میاشتې کېږي. دا یو چا په قرارداد ونیو، هغه قرارداد باندې د دوکانونه ټول مکمل ورکړه. تقریبا مخکې یو 10 دوکانه 8 دوکانه ورکې خلاص وو، اوس ټول کې مکمل خلاص دي، جوړ دي. دوکاندارانو سودا کېږي او دستفروشان هم ښه دي، د ویم ګزاره کېږي. دا ښه کار شوی ده؟ او دا ښه کار شوی لږ زره رابندي هم نه کېږي، لمر هم تاثیر نه ورکوي. رابندي خو ځکه هم نشته چې لار هم خلاصه ده. صحیح شوله؟ نه دلته دوکانونه چې دي ارام ځای ده. ارام ځای ده، ښه سهولت کې ځای ده. سلامت اوسئ. مننه. خوشحاله اوسئ. سلامت اوسئ. بیاین که بریم پایین و صحبت و گپی را داشته باشیم.
هموطنان عزیز هستیم در زیر زمینی کابل. همو ایستگاه همیشگی است که دی افغانان سر زیر زمینی، یعنی در سر از این معمولا ایستگاه و جای مشهور بوده. در زیر زمینی آمدیم تا به تصویر بکشیم چیا به فروش میرسه، کی مصروف چی کار است. مثل که من پیشتر هم گفتم ماشینای ریش است، ماشینای مختلف، اتوی موی و بعضی از وسایل بسیار زیبای دیگه هم دیده میشه. در این قسمت ما شما میبینیم پرندگک ها است و یگان نقاب در اینجا است. بیاین که چند صحبت با هموطنان خود داشته باشیم. بیاین بیادر جان، ورور رضا سلام میشه جور تازه خیلی قراری ده دلتا بود دیگه ما بخولی مستا چه خوب استی قراری است انشاءالله. جور استی بخیر استی. نامتان چی است؟ ما انور جان است نام. انور جان د کوم ځای؟ د خوست ولایت څخه. د خوست ولایت څخه راغلی؟ کابل کې اوسېږم. دلته اوسېږي څو کاله کېږي کابل کې؟ کابل کې مې یاره 2 کاله کېږي چې کابل کې اوسېږم. بېشکه څه کاروبار کوي؟ کاروبار دلته چوکیدار یم دغه زرزمینۍ کې کابل زرزمینۍ کې. ډېر ښه کاروبار ښه تېرېږي؟ الحمدلله چې تاسو انشاءالله په امن کې؟ امن کې والا ډېر خوشحاله چوکیداري خو لږ زره مسؤلیت هم لري؟ او ډېر مسؤلیت لري. تر اوسه پورې خو شوی نه ده چې کوم غلا راغلی و کوم طالبان حکومت چې راغلی دی نشته، د مغلې نشته، غله ورک شوي دي. ماشاءالله دا د الله فضل ده که نه؟ دا د الله فضل دی چې ورک شوي دي. اوس چېرته ځې؟ دلته څه شی کوې؟ دلته والا د ورځې مره بس ګرځو انده شی و. د ورځې مره موټر ډکوم. ډېر ښه. شپه کې چوکیداري کوې، ورځ کې موټر ډکوې. په ورځ کې څو کار کوې؟ ورځ کې 200-300 موټر ډکوم. بیا چوکیداري کې څو معاش لري؟ 15000 معاش په چوکیداري کې لرم. میاشت کې. ډېر ښه. ماشاءالله د کارتان برکت. سلامت اوسې ورو جان. ژوندی اوسې. سلامت اوسې. باش که جواب بچه از چی میگن؟ از کی هستی یا؟ از خودت هست؟ چطور هستی؟ خوب هستم. نام چی است خندم؟ نام جهان. جهان. چی مفروشی؟ این از زیاد یک چیز متفاوت چی داری؟ مثل از چی هستی؟ اسب است؟ نه او سگ است. سگ است. تو بیشیشه؟ ماهی هم مثلا. ماهی چی میکنه؟ ماهی هم میگرده اینا مثلا. دیره ماهی را فعال کن که ماهی چه قسم میگرده؟ ایده هموطنان عزیز هستیم. السلام علیکم. علیکم جان چطور هستین؟ السلام علیکم. صحتون خوب است؟ تاس چی هستی؟ قراری ده انشاءالله. شکر. نوم دیت چی ده؟ نوم محمد آصف اندر. محمد آصف اندر. دلته چه کاروبار کوي آصف؟ دغه باجچه شان دغه موټر دی او تیاری دی د توپکان دی دغه. هغه تیاری پرواز کوي؟ نه پنځمکه بیټری واچي پنځمکه باندې. ښه. ماشاءالله څومره ښکلي شیان لري تاسو. دا نو د الکانو د فارم راوړي چې الکان ته بر بچه‌های خرد. کوچنی الکان. کاروبار ښه دی انشاءالله. ښه دی انشاءالله. د دې ځای نه کرایه ورکوي تاسو؟ دوجه کرایه ورکوو. ښه. جایی که هستن کرایه میتن. باز میریم بخیر به سمت جایی که دکانام است. اندر صاحب دا د چا دیده؟ دا موږ د مساعد ملګری من رحمت. تاسو ملګری ټول؟ موږ دواړه مساعد سره ملګری یو. ډېر ښه. ورور جان خودت چی مصروفیت داری؟ خودم هم در این بخش بازیچه اطفال هستم. چه اطفال هستین؟ بسیار خوب. یک کسی گفت خوب طوله می نوازی. والا نه من خودم نمیتونم. کم خو میتونی؟ یک بیادر ریزه است نه من نمیتونم. او دیگه نامده فعلا. امروز نامده بعد وقتی کدام وقت دیگه اگه بادا خیر آمده. اگر امروز ما را خوش بسازی یک اندیوال تا پیدا کنی که والا انشالله خیر بازم میبینیم. اگر بود باز یک خاطر از اینکه وقتی بینندگان ما ببینن که طولای بسیار مقبول ماندگی است که یک نواخته نشه بازو حیف میشه نه. انشالله خیری کارم برات خواد کردیم. سلامت باشی، زنده باشی. اندر صاحب خوشحال شدیم شما را دیدیم. در کارتان برکت باشه. یک چیز متفاوت که در بازار کم باشه در دکان خودت باشه چی است؟
ارزانه شوی یو متفاوت بوي یو چیز په بازار کې نوي تلري او باز خو بازار ټول شي کوم شي موږ د لیرو بازار کې یو عجیب شی شي ده د ټول زمینه کې پیدا کیږي کوم څه استوګړ د زمینه ده یو عجیب شی چې تا ولري څه دي ستاره طیاره ده وګوره طیاره ده نږدې کا خو حالا کې ګورګاک او مفتید هغه طیاره د بالتي خوري زمکه باندې زی زمکه زی ریموت لري که نه ریموت نه لري همداسې خپل بالتي خوري بالتي روچه پرواز نه کوي دا نه پرواز نه کوي پروازي بیا له موږ سره استبل شي په هغه موږ نه لرو مخلاص کړي هغه کې بل شي لور نه وي راوتلې دي هغه بیا چین نه وي جوړ کړي اختراع کړي ده هغه سروشانه کې هغه بیا د لاس په واسطه باندې پورته زی کاته زی کله چې لاس نږدې وي هغه ما راواخله هغه طیاره یو طیاره راولل دا هغه نه وي اختراع شوی او دا شي دي دغه دا نو شي دا په دې سره خبرې کوي بیا غویږي د خپل کالتوس غږ کوي دا کنه دا کالتوس ته د روشانه کې بیا د خپل خبرې ته کوي د خبرې ته کوي اوس فعال ده کاکتوسی است که کدش گپ بزنی امروز گپ میزنه و خصوصی بر تفلک‌ها سه تفلک‌ها گریه بکنن صدای گریه تفلک‌ها را پس دوباره از پلاستیک بکشیش شرش دقیق پریده خبری وکه ورسره هالور وی شای خیرت ده پختوس هم ازده لري پارسی یاد داری؟ کاکتوس سخنگو کالتوس سخنگو مانده نباشی خودش گاوی چارج میشه چارج که بکنی بازو گاب میزنه وقتی که چارج خلاص کنه بس گاب زدن نمیتونه باز قیمت از چند است قیمت از 3.5 و آخری موسم 300 بازار میفروشه 300 در بازار است خوب است یک بازی چه است که مثلا تفلک‌ها میشه ساعت خود کدشتیر کنن و این فعال که یک بار برای ما این تیارگی است که پرواز میکنه با او سی وخت کېږي چې بازار ته نوی راوتلی دي موږ خپل خرڅو دلې نو مو دای وخت کېږي چې نوی راغلی موږ خپل فعال ده کنه فعال ده دا خپل چارچیز این تیارگی چارج میشه پرواز میکنه فعال است و یک هفته میشه که به بازار اینا خودشان آوردن دغه چارچر ده که د دې برق په واسطه باندې چارج لري و چایپیس چارچر هم خوري گلکسی هم خوري دیشه ده سویچ داره ای از اینجا فعال میشه آلالالالالالا فعال میدانشه الله خبش کت واله تاواندار نشیم اندر سب نه مشکل نیست و این در فضای باز دیگه خوب همه تو بلند خاطره دست همین رقم دست روشانه که هم دغه شانتی که بیا داسې دغه لاس په واسطه باندې چې جګو ټوټیټ کې ودلته چت ته د سره اولیږي کته پورته نه پریدي داس کله لاندې غټ په شپه کې ډیر ښه معلومیږي د شپې ښه معلومیږي څراغ برقکا داره از طرف شب خوب معلوم میشه مننه اندر صاحب سلامت اوسئ خیر اوسئ ډیر مننه کار بردی برکت تاسو مننه صاحب خو سلامت اوسئ مننه مونږ سره اوسئ مونږ په زیرزمینی کې او خلک سره خبرې کوو ان شاء الله هستیم با یکی از بزرگوارا. السلام علیکم. علیکم السلام. بابا جان چی حال دارید؟ خوب هستید؟ صحتتون خوب است؟ زنده و درود باشید بخیر. میشه که خودم معرفی کنید؟ خودم استاد محمدی هستم از پغمان.
استاد محمدین، شما استادا که هستین چراغای جامعه هستین، یعنی اگر جامعه روشن باشه، جامعه پیشرفته باشه، از برکت شما استادای بزرگوار است. چند سال میشه در این رشته مقدس وظیفه دارین؟ 12 سال. 12 سال. خیلی زیاد وقت است. شاگردای زیادی را تربیت کردین. کابل چطور آمده بودین؟ شهر؟ یک ذره به خاطر یک ذره کار داشتم، سودا کار داشتم، به خاطر آمده بودم. در زیرزمینی در وقتا آمده بودی؟ یا 2 ماه 3 ماه یک گذر میکنین. خوب جای که از دکانان نو فعال شده؟ بهترین جا است. خوب جا است. از گذشته‌های کابل چیزی به یاد داری؟ یک 20 سال 30 سال پیش سر زیرزمینی دی افغانان چی وضعیت بوده؟ همین حال خوب شده نسبت به سابقه همین چارایی بود، کامیلی کسب گذار که در آزاد ایستادن نمیتونست. نظام محترم جا بودن، نفرام جا، حال خوب شده، بهتر شده. زنده باشید. در کدام بخش استاد هستین؟ در بخش سوادآموزی هستیم. سوادآموزی هستین. کدام شعر بر ما توفه میتین یا داشته باشین بر ما بخوانین یک بیت یک شعر؟ بیت شعر در حافظه‌تان اگر باشه یک پیام داشته باشه. شعر به خاطر شهیدان میگم، شهیدان لاله و زار بهشتن، ز خون حق می نوشتن. پیام حق می نوشتن. به شک ز خون خود پیام حق می نوشتن. بله. بدون شک با شهادت خود پیام بسیار بزرگی دارد. بسیار تشکر استاد بزرگوار. عزت برتان زیاد، بخیر برین. خب یک جوانم صدای توله کم کم به گوش میرسه، توله می نوازه. بیشتر هم ما صدایش شنیدیم ولی خوش ندارن در تصویر توله بنوازن. یک علت چی است من هم نمیفهم. اگر کسی را پیدا بکنیم که یک کوتاه بنوازه خیلی خوب میشه. از دکانایی که فعال شده میریم دیدن میکنیم، ما را همراهی بکنیم. هموطنان عزیز، پیش روی یکی از دکان‌ها هستیم بسیار منظم، ظروف مختلف به فروش میرسانند. بیاین که بریم. السلام علیکم. اجازه است ان شاء الله؟ صحتون خوب است؟ بخیر هستین؟ سلامت باشین. تشکر. میشه که نامتون بگویید؟ اسم ذبیح الله هستم، باشنده کابل و دکان در زیرزمینی دیوانان داریم. زیرزمینی. چقدر وقت میشه اینجا هستین؟ ما تقریبا 30 سال میشه هستم اینجا. 30 سال در زیرزمینی هستین. برای ما گفته شد که یگان سر تغییرات آمده. ولی تغییرات کلی خود نامده، کم تو آمده. یک راه زینه را جور کردن و همین زمینایش جور کردن و رنگ روغن کپا کردن. تو چیز اساسی نیست. مواد بسیار خراب کار کردن. مواد خراب بسیار کار کردن. مثلا گروپ ها مواد خراب است، زمینش خراب است. یک جای تزیینی است، عامل منفی است. بود چیز بسیار خوب مقبول می بود. منظم و بساب زمین رو صحیح جور نکردن. دیگه این مشکلات و گپا است. خدا مهربان است. از کاروبار خودتان بگوین. نامتون گفتین؟ بله، نام ذبیح الله است. ذبیح الله. از کاروبار بگوین. کاروبار نسبت سابق خراب است، مشکلات گپا است، اقتصاد مردم خراب است. ما گلگی نمیکنیم بخاطر که همین روز همین گپا سر کلگی ما شما است. دیگه بدون که حوصله کنیم دیگه چیز دست ما نمیاد. و حوصله ان شاء الله که هم اجر داره هم نتیجه مثبت ان شاء الله داره. با یک امید آینده هستیم که چی میشه بخیر. تنها به خداوند. استاد ذبیح الله، ماشاءالله در دکان هر چیز دیده میشه. اگر شما بگوین چیا است؟ مکمل مسائل ظروف خانه است دیگه. مثلا به شمول دیگای منتو، دیگای بخار و ترموز باب و زیادتر تقریبا در زیرزمینی 90% یا 80% این مسائل وروسی است که سابق اینجا قدیم مانده. این تا زمان سابق، زمان دکتر صاحب نجیبیا، این مسئولینی که شوری میرفتن باز مال خود اینجا میدن خرید فروش میکردن. و اون نسبتی هم مثلا اگه اون چیزا رو برای من نشان بدین که مثلا سال قدیم مثلا این روسی است. این سماوات مکمل این نکلاک است، مکمل روسی است. فعلا دیگه کم از دوازان بسیار کم است. مثلا این ساعت‌های اوک است. این ساعت‌های اوک سابقه قدیمی است.
یعنی دیگاه مثلا روسی هست اینا کلش مکمل همه چیزای روسی هست باز فعلا هم از روسیه میای یا نه؟ حتی تولید نداره اونجا. چرا سابق مثلا 30 سال 40 سال پیشتر که بود با دیزاین سابقه بود حالا بله سای نو شاید خوب تولید کنه حالا نیست فعلا نمیاد واسه رفت آمد وجود نداره. بله کسی رو بیاره دیگه پاشه. بله یگان سکای انتیک هم دیده میشه بله اینجا باش که ما ببینیم اجازه باشه. مثلا این نمی بس گلاسدانی ها استیکان نمیگفتن اینا هم روسی بله روسی سابقه است. بله یعنی یکیش گلاس است و هم گلاسدانش بس گلاسدان میشه بسیار قسمت دیگه جالیدارش است. آها برو به شکل باجرو برام نقره‌ای میگفتن. نقره‌ای و جالیدارش انواع مختلف است و چاینکایی که خیلی یک شیپ سابقه و روسی سابقه است. از این خورترک‌ها یک دانه ما هم داریم. این از این گکا خیلی بله سماوات‌های روسی که ما فعلا در بازار کم شایدش هستیم. خب هموطنان عزیز ما را همراهی بکنین. تشکر استاد زوی‌الله لطف کردین. میریم جاهای دیگر هم میبینیم. این بچه که ازش بیشتر مصاحبه کردیم و صدای ما را خالی نمانه، یک طوله بر ما نواخت. همراهی بکنین، همراهی برادر صحبت کنیم. السلام علیکم. و علیکم السلام. چی حال دارین؟ صحتتون خوب است؟ تبریک باشه دکانا. نباشه بخیر باشه. فکر میکنیم بود فروشی ها جدید کارش رو کردین؟ بله سیب یک نیم میشه دکانا. نامتون چی است؟ عبدالسمع. سمع جان، زیر زمینی با وجود از اینکه یک فضای بسیار آرام داره ولی بیاین که اما کاروبار شما رو پرسان کنیم. من خوش دارم خودم که این یگان جایگاه آرام باشه برام خرید بکنم، هم سایه هم یعنی نسبت به هوای گرم بیرون خیلی خوب است. زیر زمینی خوب است، بسیار سرد است دیگه. بالا کنم بسیار سرد است. کاروبارم ان شاء الله خوب است دیگه. خدا را شکر. دکانا رو نو جور کردیم دیگه، خوب است کاروبارش. بسیار عالی. چند قسم بوت و چبلی دارین؟ چبلی ها دیگه از معمولا دیگه نمی رنگ ها هست، نمی شیپ ها هست دیگه. و همی چبلیک های تیبیز دیگه معمولا همیارا تیبی هم هست دیگه. تیبی رو مردم زیاد میگیرن. بسیار خوب. قیمت ها؟ یا وطنی زی قیمت از این میه 11 ست میه. 11 ست وطنی از گفتن؟ وطنی از در خود افغانستان جور میشه؟ داخل افغانستان جور میشه. چقدر خوب است نه کمی شرکت ها فعال باشه، کسی بود بسازه، کسی چبلی بسازه، کسی تکه ببافه که هیچ چیزی دست ما به کشورهای بیرون دراز نباشه. دراز نمانه بشه. چند قسم بوت وطنی دارین؟ چبلی و بوت وطنی معمولا زیاد است دیگه. و ما یک دوشی بعد وطنی رو بردیم دیگه ترکی چینایی دیگه به نام ترکی میاد. در بوتا کدام وطنی است؟ در بوتا دیگه وطنی در بوتا نآوردیم. هنوز نامده. ان شاء الله بخیر که بوتای وطنی هم بخیر داشته باشیم. تشکر. سلامت باشین، در کارتان برکت. خوشحال شدیم خواستیم از دکانهایتون ببینیم. زنده باشین هموطنان عزیز. همراهی بکنین در میان همه دکان‌ها و کاروبار مردم یک شورنخود فروش بسیار قدیمی در زیرزمینی است که اگر صحبت بکنه همراهشان صحبت میکنیم. و جوان گفت دکان دوم تقریبا چند دکان بوت فروشی است که بوت‌های مختلف و چبلی‌های مختلف بسیار زیبا و مقبول اینجا میارن. بیاین که صحبت کنیم. السلام علیکم. استاد جان مانده نباشین، شورنخود بتین که خسته نباشین. چی حال احوال؟ صحتتان خوب است؟ خدا را شکر. میشه که نامتان بگوین؟ عبدالله حسینی هستم، یک تن از دستفروشای زیرزمینی در افغانان کابل. حسینی صاحب
از کودکی یادم میاد که در اینجا یک شورنخود فروشی بود. خودت هستی یا کسی دیگه؟ تقریبا دیگه 25 26 سال شده اینجا است. 26 سال در زیر زمینی است. مشتریای خاص خودم دارین؟ بله. یعنی کسی که سر زیر زمینی بیه میان یک بار زیر زمینی یک شورنخود میخورن میخورن. بله که انسان که از زنجیره‌ای هست یک به یک دیگه وصل است، یک طبق نخودی ما وسیله قرار میگیره بین دوستی و رفاقت های انسانی و بشریت. بدون شک. بله. کاربار خوب است. خدا را شکر. راضی هستید؟ بله. نام خدا زیرزمینی هم خوب شده، یک ذره چراغان شده، یک ذره پاک شده، منظم. همه کار با دست خود انسان است. خداوند تبارک تعالی انسان که هست کردن یک بار به خود نازید خداوند. در قرآن سوره جزء 17 است که میگه فتبارک الله احسن الخالقین. یعنی من خدا به خود آفرینی و ماشاءالله میگم که اشرف مخلوقات هست کردیم. چه خوب زیبایی ها را خلق کردیم. تمام زیبایی ها و تکنولوژی در دست خود ما اگه استفاده بکنیم. یک وقت زیرزمینی امی زیرزمینی بود اما رد میشدید دل تو بد میشد از پشیمان یک تعفن و یک بوی یک چیزی بود. یک افسوس داشتیم. سر روز خدا را شکر زیرزمینی یک زیرزمینی هست که انسان هایی که نو دیده امی یک ساعت نیم ساعت سیل دارن، تلفن های خود میکشه در هر گوشه عکس میگیرن. بله واقعا زیبا شده. خوشحال شدیم شما را دیدیم. بسیار تشکر. یک شورنخود میخوریم. بیننده های عزیز سپاسگزارتان. اگر سر زدین پیش استاد حسینی بیاین یک شورنخود مزه‌دار که بسیار سالهای سال است، تجربه زیاد داره و مزه خاص داره اینجا نوش جان کنین. تا دیدارهای بعد، خداوند نگهدار.